نصرت قبول باشه. خیلی بهت افتخار میکنم. ولی یه نکاتی هست که باید خیلی بیشتر از قبل رعایت کنین، چون ممکنه واسه باباتون بد بشه. مثلا چی؟ مثلا رعایت حجاب. بعد بدونین کجا چجوری رفتار کنین، کجا برین، کجا نرین، چی بپوشین، چی نپوشین، با کی دوستی بکنین، چی بگین، چی نگین. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. آفرین بابا جون. اجتماعات و اعتراضات شب گذشته در برخی از نقاط شهر تهران خیلی دور به آشوب کشیده شد و زن زندگی آزادی. تو هم شعار دادی؟ شعار دادم سریعم در آوردم. چربون مردم رو دارم میدم. واقعا یه نفر رو به خاطر حجابش کشتن؟ مامان جان مریض بوده، میگن سکته کرده. از کجا معلوم؟ اینو بهم دادن برای حفاظت شخصی. برای چی؟ حفاظت از خودمون. احساس ناامنی میکنم. پاسپورت قبلی وقتی کیفر خواسته ادامه‌مون تمام امضا نکرده برکنار شد. دنیا عوض شده. بچه‌ها یه جور دیگه ای فکر میکنن. دنیا عوض شده، خدا که عوض نشد. الان از تو چیزی خواستم؟ بهش ایمان داری. خواهی به هر قیمتی حفظش کنی. اشتباهت این بود که به زن و بچه‌ت گفتی کارت چیه. مگه میشه نگفت؟ تا کی؟ تا قبل. نگرانی خانوادت بفهمن چیکاره ای؟ من از هیچ کس نمیترسم.